اون حسرت میخورد که چرا نیکی ها را بیشتر نکرده، چرا وقت خود را به خنده ها، به فکایه ها تیر کرده، چرا وقت خود را به گیم ها تیر کرده، چرا وقت خود را به تماشای فیلم ها تیر کرده، چرا وقت خود را در میدان های فوتبال تیر کرده، چرا به عبادت الله صرف نشد تمام ساعت ما. دو نفر در وقت جان دادن حسرت میکشن، یک انسان نیک، یک انسان بد. یک انسان نیک، یک انسان بد. همون کسی که شبها تهجد میخواند، همون کسی که گریه ها از ترس خدا میکند، همون کسی که صدقات میدهد، همون کسی که زکات میدهد، همون کسی که در هوای سرد از راه دور در این مجلس میآید، این هم رو در وقت جان دادن حسرت میخورد. و اون کسی که بدی کرده، اون کسی که از خدا دور بوده، اون هم حسرت میخورد. مرد نیکو از چی حسرت میخورد؟ از این که فرصت داشت، چرا اون اوقاتی که فرصت داشت یک بار تسبیح اضافه تر نگفته است. اون حسرت میخورد که چرا نیکی ها را بیشتر نکرده، چرا وقت خود را به خنده ها، به فکایه ها تیر کرده، چرا وقت خود را به گیم ها تیر کرده، چرا وقت خود را به تماشای فیلم ها تیر کرده، چرا وقت خود را در میدان های فوتبال تیر کرده، چرا به عبادت الله صرف نشد تمام ساعت ما. من که خیلی فرصت داشتم. این انسان نیکوکار هم حسرت میخورد. وای به حال ما، 24 ساعت ما به معصیت. وای به حال ما که شبها خوابی، روزها در غفلتی، جوانی تیر شد، میان سالی تیر شد، وقتی پیری هم در غفلتیم، دور از آی صاحبای عزیز ما، دور از ریش سفیدای خوب ما باشد. امروز هم ریش سفیدا داریم که زنک بازی میکنن، امروز هم ریش سفیدا داریم که هنوز گیم میزنن، امروز هم ریش سفیدا داریم که هنوز هم غیبت میکنن، امروز هم ریش سفیدا داریم که هنوز هم عروس خود را آزار میدهد. داریم ما، دور از ریش سفیدای خوب باش. پس وای به حال ما که چه خواهد شد. یکی بد حسرت میخورد که چرا دست از بدی بر نداشتم، چرا دست از بدی بر نداشتم که الان جان من به لب آمده، الان دیگر فرصت یک مرتبه تسبیحم الله براتون نمیده. بار بار یک کسی که در حال احتضار است، در حال شرف مرگ است، بالای سرش میری برش میگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ولی زبانش یاری نمیکنه که همین کلمه رو یک بار بخونه. شما ندیدین؟ من زیاد دیدین. در وقت جان دادن، وقتی بالای سرش میری برش میگی بگو اشهد ان لا اله الا الله، و به زبانش نمیآید و به زبانش جاری نمیشه. چه حالت سخت است. در اون حالت است که با پشیمان میشه، ولی پشیمانی سود نداره. امروز الحمدلله یک بار بگوین الحمدلله ما زنده هستیم، ما زنده هستیم. ما با گردنهای پت، با پاهای پر از درد، با جیبای خالی از راه دور اینجا آمدیم. چی میشه که همینجا آمدیم به خدا این عذر بکنیم که خدایا ما هر جمعه میایم چور اصلاح نمیشه، ما که هر جمعه میایم چور اخلاق ما نیک نمیشه، ما که هر جمعه میایم چور تقوای ما بیشتر نمیشه، ما که هر جمعه سخنرانی میشنویم چور ما تغییر نکردیم، ما حج رفتیم چور تغییر نکردیم، ما نماز میخونیم چور تغییر نمیکنیم. دعا بکن و از صمیم. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه روز از روزها کسی از پیشش پرسان کرد که همین شهر کجاست. ابراهیم را نمیشناخت. ابراهیم ابن ادهم که دوست خدا و ولی از اولیاء الهی بود نمیشناخت. بازار کجاست؟ ابراهیم ابن ادهم قبرستان را نشان داد. گفت اینجا بازار است. یقینا بازار کجاست؟ قبرستان. در وقت جان دادن و مرگ دو نفر خیلی حسرت میکشن. چند نفر؟ در وقت جان دادن، در وقتی که اسرائیل میآید و جان ما در گلون ما میرسد، دو نفر خیلی حسرت میکشن. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اسرائیل که میاد این شعار است، هر کسی شعار میده. یا حسرتا، یا حسرتا، ای وای حسرت بر من که من کوتاهی کردم به عوام. تا امروز چندین نمود داروهای گیاهی را استفاده برده گردی، لیکن результат ندода.
میخوای که نرمال رزولتات تا بوزبلاشه یعنی که فربشه اینا مرحمت سمیوان ارگینال نی برای شما توصیه میتیم با باوری با گارانتی رزولتات خوب تو میته برای معلومات های بیشتر با متخصصای شرکت شفا فرما زنگ زنید و شما معلومات های بیشتر میده اینها سبب خدا شفا فرما همراز شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته